این دفتری که می‌بینید برای چند سال پیشه. زمانی که تصمیم گرفتم چیزهایی که میخوام توی زندگیم رو داشته باشم واقعا توی این دفترم بنویسم. قراره توی این ویدیو بهتون بگم چیکار کردم که زندگیم به طور غیر قابل باوری تغییر کرد. ازتون میخوام تمام اینها رو واقعا انجامش بدین و اگر انجام دادید و توی زندگیتون اتفاق نیفتاد، نمیدونم 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه بیاید و اینجا برای من بنویسید. من مطمئنم که تو زندگیتون تأثیر میذاره. این ویدیو زندگیتو تغییر میده، همونطوری که 16 سال پیش زندگی منو عوض کرد. زمانی که توی دانشگاه بودم، کار دانشجویی انجام میدادم، درس و شهریه دانشگاه و فشار زندگی و تنهایی واقعا باعث شده بود که توی زندگیم احساس پوچی میکردم. آدم شکرگزاری بودم اما خوشحال نبودم. احساس میکردم چیزی ندارم که به هم ارزش و اعتبار بده. احساس میکردم جایگاهی ندارم که خودم راضی باشم از اون. جوری شد که من الان از اون شهری که زندگی میکردم 500 کیلومتر فاصله دارم. شخصی اومد توی زندگیم و زندگیم به یک باره تغییر کرد. یه روز توی دانشگاه خیلی ناراحت بودم. حتی برداشتم یه ویژن بورد برای خودم درست کردم. من توی دانشگاه قسمت بایگانی کار میکردم. اگر دیده باشین اونجا یه اتاقیه که همش کمده. من یه ویژن بورد درست کردم و اون رو روبروی میز خودم وسط همون کمودا زدم به دیوار روبروی. حالا این ویژن بورد رو جلو میگم که چیکار کنین. اما یه دفتر برداشتم و هر چیزی رو که واقعا دوست داشتم بهش برسم دونه دونه اونا رو توی دفتر نوشتم. من در مورد اون موقع در مورد قانون جذب و اینا واقعا هیچ اطلاعاتی نداشتم. من اون زمان هیچ اطلاعاتی در مورد جذب خواسته ها، اصلا قانون جذب، هیچ اطلاعاتی نداشتم. فقط اونجایی که کار میکردم همون خانومه یه سری از کتاب‌های اوشو رو به من داده بود که خیلی به قانون جذب ربطی نداره ولی توش نوشته بود که هر چیزی رو که میخواین اونو بنویسین. من این نوشتن از اونجا تو ذهنم مونده بود. این دفتر رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن هر اون چه که واقعا دوست داشتم بهش برسم. توی دفترم نوشتم که میخوام توی یه شهر بزرگتر زندگی کنم. اون جایی که من زندگی میکردم شهر کوچیکی بود. نوشتم که دوست دارم انقدر پول داشته باشم، همچین خونه ای داشته باشم، یه رابطه عاطفی خیلی خوبی رو میخوام تجربه کنم. اصلا واقعا نمیدونستم چجوری میخواد اتفاق بیفته، اما چون آدمی بودم که هر چیزی که میشیدم رو دوست داشتم تجربه کنم، انجام میدادم. آدمی بودم که انجام میدادم. اگر شما هم همچین آدمی هستین که این خیلی خوبه. خیلی برام خوشایند بود که جوری بنویسم که انگار همین الان واقعا دارم اونا رو. و همون زمانی که شروع کردم و نوشتن یه حس عجیبی به من گفت که اینها میخواد توی زندگیت اتفاق بیفته. چون این چیزی که مینویسی بعد از مدتی روی ضمیر ناخودآگاهت ثبت میشه. نمیدونستم مثلا 3 ماه دیگه من چه کاری میخوام انجام بدم، چه اتفاقی میخواد بیفته. اصلا من توانایی انجام چه کاری رو دارم که بعد از 3 ماه دیگه مثلا میخواد به من نتیجه بده. ولی زمانی که مینویسید اصلاً با شرایط الانتون کاری ندارید. چون ذهن شما توانایی تشخیص اینو نداره که اون چیزی که داری مینویسی همین الان توی زندگیت داره اتفاق افتاده، همین الان اون رو توی زندگی داری یا فقط داری احساسش میکنی. هر زمانی که شما متضاد اون چیزی که دارید رو مینویسید،
همون زمانی هست که اگر ادامه بدید، اگر بهش بال و پر بدید، اگر احساساتتون رو درگیرش کنید، مغز شما میگه این آدم واقعا داره اینجوری زندگی میکنه، این آدم واقعا سر کارش آدم موفقیه، این آدم واقعا انقدر سلامته، این آدم واقعا یه رابطه عاطفی خیلی خوبی رو داره تو زندگیش تجربه میکنه و میاد چیزهایی رو سر راهتون قرار میده که اون تصویر فرضیتون رو زندگی میکنید. اینقدر این زندگی روزمره اتفاقات دور و بر سرگرمم کرده بود که واقعا نوشتن رو فراموش کرده بودم، برای خودم بنویسم واقعا اینو فراموش کرده بودم و همون جا بود که تصمیم گرفتم یک سری آدم‌هایی که توی زندگیم جز ضرر هیچ منفعتی برای من ندارن رو واقعا از زندگیم حذفشون کنم. آدم‌هایی که در ظاهر خیر و صلاحتون رو میخوان، قرار نیست زندگی شما رو باهاتون شریک بشن. آدم‌هایی که هر از گاهی پیداشون میشه و یک مهری رو پیشونیتون میزنن، انگار که جوری باید زندگی کنین که اونا میخوان و اگر اونجوری زندگی نکنین شما رو توی جمع خودشون نمیپذیرن. و یک مدتی گذشت و من فهمیدم این آدمایی که هر از گاهی پیداشون میشه و میگن اگه کاری داشتی حتما به من بگو، اما زمانی که واقعا بهشون احتیاج داری نیستن. من در همون زمان به این نتیجه رسیدم آدم‌هایی که اون چیزهایی که من میخوام توی زندگیم داشته باشم را هرگز تجربه نکردن، حق ندارن توی زندگی من رو نصیحت کنن. و این یک پرش عظیمی در زندگی من بود زمانی که اینها رو فهمیدم. پس این آدمایی که هر از گاهی پیداشون میشه و میخوان برای تو راه و چاه نشون بدن، دوستانی که جز ضرر هیچ منفعتی برای تو ندارن، اینها کسایی هستن که باید اونها رو کنار بذاری اگر واقعا میخوای تجربه های جدیدی وارد زندگیت بکنی. اون زمانی که روی خودم کار میکردم و احساس میکردم که خیلی آدم پر انرژی هستم، باورتون نمیشه به محض پیدا شدن 2-3 تا آدمی که از نظر احساسی از من قوی تر بودن، احساس میکردم همه کارام به هم ریخته. برای همین خیلی مهمه که شما بدونید با چه آدم‌هایی دم خورید. نکته بعدی، آهنگ‌ها، فیلم‌ها. آهنگ‌هایی که مخصوصاً بچه‌های 17-18 سال، دوران تینیجری، همون دورانی که شکست عشقی و فلان و اینا میاد سراغشون، میشینن اون آهنگ‌های غمگین رو گوش میدن. این آهنگ‌ها، این فیلم‌ها چیزهایی است که باید کنار بذارید. حتی همین الان تمام فیلم‌هایی که می‌بینید پر از غم و اندوهه، تمام آهنگ‌هایی که گوش میدید پر از غم و اندوهه و شاید باورتون نشه اگر همین رو ادامه بدید، اون خواننده‌ای که داره اون آهنگ رو میخونه، بعد از مدتی می‌بینی اون اتفاقی که تو زندگی اون آدم براش افتاده برای تو هم میفته. اون همزاد پنداری که شما با اون چیزی که می‌بینید و گوش میدید واقعا وحشتناکه. پس ازتون میخوام اگر واقعا میخواید زندگیتون تغییر کنه، تمام این فیلم ها و این آهنگ های غمگین رو، آهنگ هایی که خیلی عذر میخوام آهنگ های چرت و پرتین، تمام اینها رو دور بریزید. اینها هیچ منفعتی توی زندگیتون براتون ندارن. آهنگ هایی که شما رو یاد خاطرات بد گذشته‌تون میندازه هیچ منفعتی برای شما ندارن. اگه آهنگی رو داره گوش میدی که تو رو یاد خاطرات تلخ گذشتت میندازه، دقیقاً داره بهت میگه که این آهنگ مناسب تو نیست و تو باید اونو کنار بذاری. در کنار همه اینها یک زمانی بود که من وقتی خودم رو توی آینه میدیدم از خودم وحشت داشتم. صبح که بیدار میشدم خودم رو جلوی آینه میدیدم از خودم بدم میومد و بعد از اینکه نوشتن رو شروع کردم میرفتم جلوی آینه وای میستادم و با لذت به خودم نگاه میکردم. میگفتم تو چقدر آدم لایقی هستی، تو چقدر آدم زیبایی هستی. میگفتم بهترین اتفاقها برای تو میفته،
تو لایقی، تو فوق‌العاده‌ای. و اینجا ازت میخوام هر روز صبحی که از خواب پا میشی، قبل از اینکه روزمرگی‌هاتو شروع کنی، قبل از اینکه پاتو از در بذاری بیرون، لطفاً 10 ثانیه جلوی آینه وایسا و بگو تو چقدر آدم لایقی هستی، تو آدم فوق‌العاده‌ای هستی و بهترین اتفاقها برای تو میفته. این نه خودشیفته بودنه و نه دیوونه بودنه. این دقیقاً اون چیزیه که هیچ وقت به ما یاد ندادن. تو زمانی دوست داشته میشی که خودت رو دوست داشته باشی. زمانی بهت ارزش قائل میشن که ببینن تو خودت چقدر به خودت ارزش قائلی. و از اون زمانی که من شروع کردم خودم رو زیبا ببینم، آدم‌های دور و برم تغییر کردن و آدم‌هایی سمت من اومدن که سطح فکری بسیار بالایی داشتن. و اما نکته بعدی، درست کردن ویژن بورد. ازت میخوام از تمام خواسته هایی که داری، آرزوهایی که داری، یک تصویر واضح و روشن داشته باشی، هم توی دفترت و هم توی گوشی موبایلت. یادت باشه که کلیگویی هیچ فایده‌ای نداره. یعنی میگی من دوست دارم آدم ثروتمندی بشم، باید تعیین کنی چقدر پول میخوای. مثلا یک کیف پر از پول، عکس یک کیف پر از پول داشته باش. تو باید انقدر اینها رو نگاه کنی که واقعا ملکه ذهنت بشه. زمانی که خودم این کارو میکردم، این عکس‌ها رو، یعنی شاید 50 تا عکس بود، جوری نگاه می‌کردم که مثلا میدونستم عکس بعدی چیه. اینقدر اینها رو تکرار کرده بودم. باید تکرارش کنید. یعنی یه بار دوبار فایده‌ای نداره. صبح‌ها، شب‌ها، قبل از خواب و در طول روز حتی. زمانی که احساس کردی کاری نداری و فکر ارتعاشت بالا بود، حتما اونها رو نگاه کن. تکرار یادت نره. تو انقدر باید تکرار کنی که توی ضمیر ناخودآگاهت باید ثبت بشه. این همون چیزیه که دقیقاً دکتر جو دیسپنزا خیلی بهش تاکید کرده. نکته بعدی، عبارات تأکیدی. ازتون میخوام عبارات تأکیدی اگر میتونید خودتون برای خودتون بنویسید. اگر نه، توی کانال یوتیوب هستن، کانال‌های مختلفی هستن که عبارات تأکیدی دارن. یکیش رو انتخاب کنید، یکیش که واقعا به دلت بشینه. واقعا وقتی اون عبارت تأکیدی رو میگی، واقعا باش انرژی بگیر. این جمله که من همیشه تکرار میکنم: من در مسیر رسیدن به موفقیت هستم. شما از همین یوتیوب کانال‌های مختلفی هستن، یکیش رو انتخاب کنید. یه کانالی که واقعا به دلتون میشینه، واقعا حس خوبی ازش میگیرین، از این شاخه به اون شاخه نپرید و اونها رو هر روز صبح به محض بیدار شدن از خواب و شبها قبل از خواب اونها رو مدام تکرارشون کنید. نکته بعدی مدیتیشن هست. اینم باز توی یوتیوب خیلی زیاده. یکیشو که براتون خوشاینده انتخاب کنید و این خیلی مهمه. زمانی که مدیتیشن انجام میدید، به مغزتون اجازه ندید که تحلیلش کنه. فقط مدام تکرارش کنید. نکته بعدی که خیلی خیلی مهمه شکرگزاریه. حتی شکرگزار چیزهایی باشید که الان براتون اهمیتی نداره ولی یک زمانی آرزوتون بود. اونایی که لباسای نوتون رو نگه می‌دارید برای مهمانی‌ها و نمی‌پوشید، اونایی که روی مبل‌هاتون رو با کاور می‌پوشونید که فلانی بیاد روش بشینه و بره به خانم فلانی بگه که اینها چقدر پول دارن، این خودش ناشکریه. شما برای تک تک اینها زحمت کشیدید، تهیه کردید. شما بهترین کسی هستید که میتونید از اینها استفاده کنید. پس بهترین لباس هاتون رو برای خودتون بپوشید. بهترین عطرها رو برای خودتون بزنید که این خودش شکرگزاریه. شکرگزار داشته و نداشته هاتون باشید تا بیشتر از اونچه که فکر میکردید لیاقت دارید بهتون داده بشه. همین کارهای ساده‌ای که بهتون گفتم رو انجامش بدید و تکرار کنید، استمرار داشته باشید. همین کارهای ساده واقعا میتونه زندگی شما رو تغییر بده. دوست داشتم این ویدیو رو بگیرم برای اینکه فکر کردم شاید این ویدیو میتونه یک تلنگر باشه براتون.
انجام بدید و هر موقعی که نتیجه گرفتید حتما بیاید اینجا توی کامنت ها برام بنویسید که انجام دادید و شد اونچه که باید میشد. اگر تا اینجای ویدیو اومدید و خوشتون اومد ممنون میشم حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید تا یوتیوب به افراد بیشتری نشون بده. شاید افرادی هستن که واقعا نیاز دارن زندگیشون تغییر کنه. پس شما هم سهیم باشید.